سلامت بولوشوی عزیز، حالت چطوره؟ اومدیم با یک برنامه دیگه ای از بولوشو. توی برنامه این هفته رفتیم سراغ توییتر فارسی و دوباره سر زدیم به دنیای توییتر یا همون ایکس با این اسم انتخاب کرده ایلان ماسک. ببینیم که چه اتفاقات داغی افتاده این مدت و با هم بررسیش کنیم و ریاکت نشون بدیم. پس با برنامه این هفته همراه باش. 3 2 1. توییت اول نوشته که دانشگاه واقعا مسخره بود. الانی که وارد بازار کار مربوط به رشته درسیم شدم رسما فهمیدم هیچ کدوم از چرندیاتی که خونده بودم و نمره بالا ازشون گرفتم به کارم نمیاد. حس میکنم 4 سال کامل از عمرم تلف شده. قبول ندارم وقتی شما وارد محیط آکادمیک میشی ذهنتون برای دریافت مطالب و مهارت‌های تخصصی و حرفه‌ای آماده میشه. توییت بعدی توییت بعدی که یک عکس نوشته هر بار در دستشویی را باز میکنه با تعجب و سرافکندگی نگاه میکنه. فکر کنم در تعجب چرا من ظرف خاک ندارم. از کجا میدونی؟ شاید هم از حجم فضولاتی که ازت تولید میشه تعجب کرده. توییت بعدی نوشته بچه هم دارن با بچه های همسایه لگو بازی میکنن. بحثشون رسید به گرونی لگو. بچه گفت خب آخه وقتی لگو مال بچه هاست چرا گرونش میکنن؟ گرونی تاثیراتش روی بزرگترا یه بدبختیه، روی بچه ها و کوچیکترا 1000 تا بدبختی. توییت بعدی نوشته که دوست صمیمی اونیه که خیلی راحت میتونی پیشش زشت باشی. بذارید بهترش کنم. دوست صمیمی اونیه که میتونی با خیال راحت پیشش خودت باشی. توییت بعدی نوشته نظریه نامحبوب. آیسان اسلامی یه آدم بیادبه که سعی میکنه با ربط دادن گوز به شق و پشت دادن بامزه به نظر برسه. واقعا چه این قدرت رسانی؟ یه روز خود من چشامو باز کردم تا به خودم اومدم دیدم همه میگن که آیسان اسلامی و ویدیوهاشو دیدی. بعد من تا قبل از که ببینم از رو اسمش گفتم آیسان یه دختر بچه کوچولو نازناشی نرخره دوست. توییت بعدی که یک فیلمه با هم ببینیم. Feel it coming in the air. Hear the screams from everywhere. I'm addicted to the thrill. It's a dangerous love affair. Can't be scared. این چیه؟ توییت بعدی نوشته عمق فاجعه رو وقتی فهمیدم که دیدم توی اورژانسمون اکثر پزشکا و پرستارا با هم سعی میکنن آلمانی صحبت کنن. بعد رفتم بخش خون که مامانم بستری بود دیدم جراح و عفونی و سرپرستار بخش هم دارن کتاب آلمانیشون رو با هم چک میکنن که ببینن کی جلوتر درسش. اینکه یه سری آدم به درد بخور و سودمند دارن از کشور مهاجرت میکنن و سریعتر میخوان این کشور رو ترک کنن و برن برای یک زندگی بهتر و به جاش دارن یه سری آدم به درد نخور بی‌مغز ریشه پیشوی دمپایی پوش وارد کشور میشن. اسمش نسل و واقعا ناراحتم ازش. ناراحتم. توییت بعدی نوشته این فاجعه رو نگفتم. میگه خواستگار داشتم میگفت رابطه هر 3-4 ماه یک بار. ازش پرسیدم چرا؟ گفت این چیزا آدمو درگیر دنیا میکنه. تازه برای راضی بودن شما میگم ما نه خودم. این دوستمون قشنگ چیده برای اون دنیا. توییت بعدی هم یک عکس نوشته بود یه سگ جدید آوردم، البته زیاد خوشگل نیست ولی خیلی به جوک ها میخنده قیافه سگش. این سگ نیست، این طول کفتاره بهت انداختن. توییت بعدی هم یک عکس نوشته بچه داییم رفت قایم شد من پیداش کنم. منم سریع رفتم سراغش پیداش کردم بازی رو بردم. نمیدونم چرا دیگه با هم بازی نمیکنه. نه. با بچه ها بازی کنید، باشون رقابت نکنید، از سنت خجالت بکش. کمرم گرفت به مامانم میگم دارم میمیرم یه شیاف بده. میگه تو هم که هر چی میبینی میخوای بکنی تو کونت. خلاصه که رفیق بیکلک مادر. کمر ربطی به شیاف نداره ها. شما خروجی ها تحریک شده و حاد شدی گردن شیاف ننداز. توییت بعدی هم یک عکسه که با هم میبینیم نوشته 11 سالم بود مامانم برام یه پاکن خرید بوی توت فرنگی میداد از خوشحالی خوردمش. در جوابش نوشته اتفاقا من تا 11 سالگی بابام مدام بهم هشدار میداد یه وقت پاکونات رو نخوری یا گیر میکنه تو گلوت خفه میشی. دوباره همون اولیه در جوابش نوشته آره یکم سفته باید خوب بجوی. حالا من چی بگم که تا همین الانم علاقه به این کار دارم.
توییت بعدی یک عکس نوشته وقتی نصف شب میرم تا پیتزایی که از شب مونده رو بخورم، چهره با اون تو آشپزخونه که زودتر از من این فکر و این ایده به ذهنش رسیده. شما همینه، برو در یخچال رو باز کن، یه خیار از توش بردار، به سرعت برو تو اتاق، درم بزن، صدا در. توییت بعدی نوشته یه بنده خدایی میگفت از یه دوست متأهلم پرسیدم داداش زندگی متأهلی چطوره، منم برم ازدواج کنم. برگشت گفت حتما ازدواج کن، تو حق نداری از من خوشبخت‌تر زندگی کنی. کلا یادتون باشه که خوشبختی یه حس، ربطی نداره کی و کجا میتونی حسش کنی، بستگی به خودت داره که بخوای حسش کنی. امیدوارم از برنامه این هفته توییت خان لذت برده باشی و توی تمام شبکه‌های اجتماعی حتما از کانال تلگرام و پیج اینستاگرام بودوشو که همون لایک بودوشو حتما از ما حمایت کنی. همین الان میری صفحه اولی کانال یوتیوب بودوشو یا همون لایک بودوشو، دکمه قرمز سابسکرایب رو کلیک کنی، فشار بدی، از ما حمایت کنی، لایک کامنت فراموشت نشه. زنگوله طلایی رو هم بسیار در بیارید، هر وقت ویدیو جدید گذاشتیم اولین نفر باشی که اونو ببینی. تا برنامه بعدی، بدرود. حالا که تا اینجا اومدی، اول این ویدیو رو ببین، بعدش هم این ویدیو رو ببین و حتما قبل از همه اینا یه سرم به کانالمون بزن و سابسکرایبمون کن. تو بلوشو منتظرتم.